سلام به دوستای همیشگی آشپزی حرفه‌ای. امروز اومدم یه ترشی جذاب خوشمزه تابستونی که فقط توی یک روز میرسه و بعد آماده سرو میشه و میتونید استفاده کنید و بهتون آموزش بدم. از 0 تا 100 کامل بهتون آموزش دادم. امیدوارم که لذتشو ببرید، درست کنید و در کنار خانواده میل کنید. خب برای درست کردن این ترش بادمجون جذاب و خوشمزه احتیاج داریم به چند تا دونه بادمجون و 2 تا دونه کلم. نسبت بادمجون نسبت به کلم باید بیشتر باشه. خب اول از همه که میدونیم باید بادمجون و کلم ها رو خوب بشوریم و خشکشون کنیم. حالا سر بادمجونا رو میزنیم و بادمجونامون رو به این صورتی که میبینیم به صورت نگینی یک دست خوردشون میکنیم. خب بادمجونامون رو به این صورت یک دست خورد کردیم، میذاریمش کنار. حالا میریم سراغ گل کلممون. پوست اولیه یا لایه اولیه کلم‌ها رو میگیریم که کلممون تمیزتر بشه. خب کلم‌هامونم به این صورت یک دست خورد میکنیم. کلممونم خورد کردیم. الان کلم‌ها رو توی ظرف دیگه میریزیم، میذاریمشون کنار. یه قابلمه بزرگ انتخاب میکنیم و تمام بادمجونامون رو داخل قابلمه میریزیم. بعد تا سطح روی بادمجونا رو آب میریزیم و اجازه میدیم که تقریبا 10 تا 20 دقیقه بادمجونامون با آب جوشیده بشن و نرم بشن. مدام هم زیر و روشون کنید تا همه بادمجونا یک دست پخته بشن. بعد از 15 دقیقه بادمجونای ما دیگه تقریبا پخته شدن. به این صورت میریزیم توی آشبال تا آب اضافیشون گرفته شه. حالا داخل همون قابلمه سرکمونو که به اندازه 1 لیتر هستش و سرکه طبیعی و خانگیه، میتونید از عطاریا تهیه کنید، میریزیم. بعد از اون 1 قاشق گلپر، 1 قاشق تخم گشنیز پودر شده، مقداری هم سیاه دونه و نمک به میزان لازم و 1 قاشق غذاخوری سیر رنده شده اضافه میکنید و هم میزنید. میذارید توی گاز که یه مقدار با هم دیگه ترکیب بشن، یه کوچولو جوش بزنن. در آخر هم کمی نعناخوش برای عطر بوش بهش اضافه میکنیم. حالا کلم بنفش ها و هویج هامون رو با هم دیگه ترکیب میکنیم تا یک دست بشن. الان نوبت اینه که مواد ترشیمون رو بریزیم داخل قمقمه یا همون ظرفی که میخوایم ترشی رو نگهداری کنیم. خب من مواد کامل داخل قمقمم ریختم. الان وقتشه که سرکه و ادویه‌هایی که توی سرکه مخلوط کردیم و به ترشیمون اضافه کنیم.
خب ترشی ما آماده شده. سرشو ببندید، اجازه بدید که به مدت 1 روز یه جا بمونه تا برسه. بعد از 1 روز ترشی ما به این صورت در اومده و کاملا رسیده و جا افتاده. خیلی هم طعم خوشمزه و جذابی داره. اگه خوشت اومد لایک کن و کانالمو سابسکرایب کن.